دیگه هممون شخصیت‌های تون سحور و خانواده‌شون میشناسیم. بریم که با هم داخل ماینکرافت ببینیمشون. اول از تون سحور شروع کردیم. اینا رو دیدیم. دومیش خیلی آشنا ولی اسمش یادم رفته. یه دین دونه قیافه شد. اینم که شامپانزینی بانانینی. اینم ترالالیلو ترالالا و اینجا. اینا شما هر کاری کنید با یه ضربه میتونن مابو بکشن. بذار الان بهتون ثابت میکنم. اینجا من میرم پایین یه دونه واردن میگیرم. واردن که میدونید خیلی قویه تو ماینکرافت، ولی الان من پیش این یه واردن بیزارم. اول شاید بترسونتش، فقط از الان قضاوت نکنید. نگاه کنید با یه ضربه واردن پودر میشه. چه قوی هستی داداش. یه واردن دیگه میارم، برو دنبالشون. نگاه کن میترسه ولی یه جوری بهش ضربه میزنه. دوباره واردن داره میده. واردن میده و شامپانزین بانانینه. یه ضربه دیگه میزنه بهش. اگه از این شخصیت خوشت اومد داخل کامنت ها بنویس از کدومشون بیشتر خوشت میاد.